طاهر عزیزاده رئیس نویه مشچو شام 14 سپتامبر در سن 41 در بیمارستان استقلال در دوشنبه از عالم چشم پوشید. یک منبع پایگاه خبری بامداد از نویه مشچو خبر داد که طاهر عزیزاده تقریبا یک ماه پیش گرفتار کرونا ویروس شده بود. بعد کرونا ویروس به پا خست و حتی به کار برآمد، ولی وضع سلامتیش خوب نبود. برای جراحی چشم و سرش به دوشنبه رفته بود. در پی جراحی شام 14 سپتامبر جان داد. ظاهرا اسارت کرونا ویروس به سلامتیش سخت کار کرده بود، گفت همصحبت بامداد. فطرت حکمت سردبیر هفته‌نامه ناحیوی مشعل نیز در صحبت به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفته است که وضع سلامتی طاهر عزیزاده از اول ماه سپتامبر چندان خوب نبود. روز 1 سپتامبر در روز دانش در افتتاح یک مؤسسه تعلیمی اشتراک کردند. بعد همین در خانه طبابت می گرفتند. 2-3 روز پیش سلامتیشان بدتر شد و برای جراحی به شهر دوشنبه رفتند، ولی این بیگاه جان به حق تسلیم نمودند. فطرت حکمت در برابر اشچی بیماری فوتیدن عزیزاده اظهار بیخبری کرده. تنها گفته است که تب کردن و فشارشان هم بلند شده است. عزیزاده طاهر میرزا رحمت 17 اپریل سال 1980 در دهه پستیغه جماعت دیهات ایوان تاجیک نویه کوهستان مشچو به دنیا آمده. سال 2009 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان را در شهر خوجند ختم کرده است. طاهر عزیزاده از سالهای 1997 2002 در وظیفه مدیر شعبه جوانان نویه کوهستان مشچو کار کرده. از سال 2002 تا 2012 رهبر خواجگی دهقانی به نام موسی اسایف در دهه پستیغف بود. سال 2012 او شرکت ساختمانی را با نام پستیغف تأسیس داده. تا سال 2016 رهبر این شرکت بود. سال 2016 معاون اول رئیس نویه کوهستان مشچو و 13 ژانویه سال 2020 رئیس نویه مشچو تعیین شد. او در این مقام غیرت عزیزاده را که وکیل پارلمان انتخاب شد عوض کرد.